مثلا فرزندای ما و شما میروند امروز در روسیه کلیسا میسازند، یا فرزندای ما را فرمایش میدهند که برای مرده های ما قبر کنیم، یا گوییم که همون رستوران های کلان دارن عرق میارن فرار. خب اجاره هستیم. مثلا من در فتاوای خلاصه خدا رحمتشان کنه در کتاب اجاره این دلیل ها را میارد که ما اگر با مردم نصرانی با مردم غیر مسلمان اگر اجاره را برقرار کنیم درست است. مثلا فرزندای ما و شما اگر کلیسا هم سازند و اگر چنده که گویم قبرهای اونها را کنند، حتی در فتاوای خلاصه چرانیدن خوگها را هم آورده است. اگر خوگهای اونها را حتی چرانند در اینجا گناهگار نمیشوند، به خاطری که مبلغ میگیرند اونها اجاره است. ما عقیدهشون را قبول نداریم، لیکن معامله با اونها را اسلام رخصت میدهد، اجازه است. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله. اگر امتی من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده، تو بدبخت هستی ای کسی که زبان تو به دشنام آموخته است، آشنا هست. پیغمبر گفتند کسی اگر از امتی من زبانش دشنام دارد سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. حتی حضرت موسی هم که میگه از آن احترام و اکرامی که حضرت پیش الله دارد وقتی نگاه کرد از امت بودن پیغمبرم تمنا کرد. ما الحمدلله رب العالمین که چی بنده های خدا داده هستیم. برادرای عزیز، قسم به بزرگی خدا ما بسیار بندگان خدا داده هستیم. چگونه که خدامان گاه گاه میستیم میگیم خوش به حال خوشا چشمی که دیده در جهان روی محمد را، خوش میگیم به حال همون اصحابی که چهره زیبای پیغمبر را دیدن، دستشون در دست زیبای پیغمبر گذاشتن. ما هم میگیم الحمدلله رب العالمین که امت این پیغمبر نازنین هست.